نامی راهبر مؤسسه دولتی سراغ‌های طبابتی سابقه‌داران جنگ و ملت رومی شهر وحدت محترم نورزاده اسماعیل، هر یک شما باشندگان مهربان مشتاق را به این مؤسسه خیر مقدم گفتم. براتون پیش از همه صحتی و سلامتی، خانه آباد و تمام خوشی‌های زندگی را تمنا دارم. سلام علیکم اکا جون. و علیکم بر سلام. چخیر اکا جون؟ خوب هستی؟ ناز هستی؟ سلامت باشین، سلامت باشین. رحمگیری چخیر اکا جون؟ رحمت. نور نور. سوزه اکا. بهترین. شرایطش چخیر؟ شرایطش ای همه خوب جورا. بود هواش ای همه توزه. یکی ای همه توزه ترین بود هوایی که ما فهمیدیم بسیار جودا بریم خیلی سیاحت میکنیم. لیکن این خیلی بود هوای توزه جورا در رومی دیگه جدا ندیدیم. هی باش اکا جون.
امیدی شاید آشنا دشمن شود، غم جدا، شادی جدا، دولت جدا، دشمن شود. هست که پیل از غم در مانگاهی وقتی خیش شود، در طبیبش بو علی باشد دوا دشمن شود. بر مرادی ما وزد بر هم اگر بودی مراد، در محیط عافیت هم ناخدا دشمن شود. نیست مخفی در دل ما بر کسی هیچ دشمنی، هر کی با ما دشمن است او با خدا دشمن شود. و خدا نگهبان شما بندگانش باشد. دوستان گرامی، عزیزان دل و دیدن، پیش از آن که نفر رو با صوت و نوا ترانه و رقصیم، اینا حالا سخن تبریکاتی رو با کمال احترام و یکی از استراحت کنندگان مؤسسه مذکور برادر عالی قدر ما استاد عبدالجمیل مالکوف میسپاریم تا اینکه در این روز شادی، در این روز مقدس برای کلی چخلا آبتو چخلا یا سفانک نه عاشقانه برآورده. شکریه الله، خوراک روزی را انجام دادیم. بسیار طعام‌های خوب با لذت، یکم دوم نان و کمپوت و خدمت‌رسانی بسیار خوب. ما بسیار از این راحت بردیم. رحمت به همین تشکیل کننده رو، به همین کارخانه، به همین راهبراش و کارگراش. سلام علیکم اکا جون. علیکم السلام. سوزه خوبه؟ سلامتیتون خوبه؟ دامگیری چخلا اکا جون؟ خداوند شکر رحمت، انشالله خداوند شکر. بسیار خدمتمون کرده است. مساجشان خوب، لیمونشان خوب، عزت حرمتشان او اوقاتشان خوبه خداوند شکر. آب و هواش اگه خداوند دادگی وقت صبح بیس رحمت کلان همتون ده. شما رحمت کلان. شما در اکا جون سلامت باشید. 100 ساله شاید پیر نشید. سلام علیکم. چخه بویوجی؟ سوزه اکا جون سلامتیت خوبه؟ چخلا؟ شرط شرطیش چخلا؟ عبیدوش چخلا؟ نغز رحمان لیچنیوش چخلا؟ نغزی نه همش خوبه؟ رحمت همه کی لوی هده کن لوی گیری تمام کمبوتی تو شما چی اکا؟ ما همه مینت داریم. لوی اکا جون چخلی؟ سوز هستی؟ سوز باشی